لحظه وایسا. آیه شماره 8 آیه شماره 8 تو روزی که اومدی بلند شدی گفتی اون شیشه مافیاست، اون هفته چی گفت بهت؟ گفته تو شهروند بودی منو تارگت کرده، درسته؟ آقای بچه ها بهتون فرصت دادم صحبت کنید. خانوم شماره 4 اجازه بده حالا فکت شماره 12 رو میارم. تارگت کردی یه شماره شهر، فکت آوردم برات. شما روز 4 بازی پا شدی شماره 16 رو سفید قطع کردی، گفتی تارگت نزنید بهش. اوکی، بعدم سمتون رفت زیر شماره 16. ندارد بازیه. من شهرم خانم شماره 4. من فکر کردم بازیه. من فکر کردم من موضعی ندارم ولی کارتم شهروندیه، از همه شهرم معذرت میخوام. اون 13 رو خوردم، درسته 2 15 و 11 رو تارگت کردم با اون شیشه، اما 13 رو بعد جایی خوردم، اشتباه کردم. آخه مشخص بود اون دو باید یا 13 میذاش، چرا سمشو گذاشت جلوی 16؟ با کارت ما رو کسی میکرد، برای من جالب بود. شما فقط برای این جمله رو سعید گوش بده به من. اگه داری فکت 12 رو میاری برای چی به من میگی مافیا؟ خب اگه شهروندی که ما باید با هم دست بدیم، 12 رو نباید بهش دست بدیم. گمراه نکنی جای بازی. آبجی گلم، من فکر کردم زندامان داخل بازیه. من یه لحظه سرگوشیم نبودم، فکر نمی‌کردم شماره 9 زندانبانی باشه که کیک شده باشه. من فکر کردم زندانبان بین ما 3 نفر هست. تمام. من یه فکتم واسه آقای شماره 12 بازی دارم، خودش هم میدونه رأی کشیده. اون موقعی که منو 12 بازی زیر 13 بازی بعد رأی میکشیدیم، یه رأی هم خرج من کرده. چی بگم والا، من به 8 دست میدم آقای شماره 12 بازی. فکت شماره 12 رو آوردم، فکت آقا کامران آوردم. آقا کامران تو اون ناحیه میتونستم شما جلو شما باشه. شما یه 13 یا پوش کردی، یارت داشته میرفته بیرون، باکس کرده شما رو با شماره 13 آیه 8 شما مافیان باشی چون ذهنت ذهن پویای شهروندیه، نوش جونت داداش، به من دست نده. من گفتم من تو کیاس به من دست ندید، من مقصرم، از همه شهر عذرخواهی کردم. تو ذهنت میچرخه، خیلی هم خوب داری بازی میکنی، نوش جونت. ولی 4 مافیا سال به من ولش. برای رأیگیری آماده باشید. کلام آخر. همتون گرم، نوش جون اون مافیای. حالا نمیدونم 4 بود یا 8 بود، 8 خوب بازی کرد، 4 هم خوب بازی کرد. کنم 4 مافیا بود، نوش جونش. چی بگیم والا، بازی دیگه، حالا دیگه گذشت.